و خرد، ماجرای حضرت عیسی و ابلیس از الهینامه عطار نیشابوری. عیسی مریم به خواب افتاده بود، نیم خشتی زیر سر بنهاده بود. چون گشاد از خواب خوش عیسی نظر، دید ابلیس لعین را بر زبر. گفت ای ملعون چرا استاده ای؟ گفت خشتم زیر سر بنهاده ای. جمله دنیا چو اقطاع من است، هست آن خشت آن من، این روشن است. تا تصرف می کنی در ملک من، خویش را آورده ای در سلک من. عیسی آن از زیر سر برتاب کرد، روی را بر خاک عزم خواب کرد. چون فکند آن نیم خشت، ابلیس گفت من کنون رفتم، تو اکنون خوش بخفت. چون پس خشت لحد خواهی فتاد، خشت بر خشتی چرا خواهی نهاد؟ چون گل از خونابی دل می کنی، از پی دنیا چرا گل می کنی؟ به طور ساده و خلاصه ماجرای این داستان این هست که یک روز حضرت عیسی مسیح زیر درختی خوابیده بودند و برای راحتی و آسایش بیشتر، خواب بهتر، یه تیکه آجر یا همون خشت رو زیر سرشون گذاشته بودن. وقتی که از خواب بیدار میشن یا از خواب میپرن، میبینن که ابلیس لعین بالا سرشون وایستاده. میگه ای ملعون چرا بالا سر من وایستادی؟ اینجا چه کار میکنی؟ میگه که خداوند عالم تمام این دنیا رو به اسم من زده. اون تیکه آجری که زیر سرت گذاشتی و مال منه، به من بده من برم. حضرت عیسی که اینو میشنوه، اون تیکه آجره رو پرتاب میکنه به سمت ابلیس و میگیره میخوابه. و ابلیس هم میگه خب حالا که تو اون آجر به من دادی، من دیگه خیالم راحت شده و میرم. بعد بهش میگه تو که بالاخره تو رو تو قبر میخوام بذارن، آخرت مرگه، چرا انقدر خشت روی خشت دیگران میذاری؟ میخواد بگه چرا انقدر از اموال دیگران برای خودت استفاده میکنی؟ چون گل از خونابی دل میکنی، وقتی که میخوای دل بکنی از همه این وابستگی و دلبستگی ها، چرا برای دنیا انقدر داری تلاش میکنی؟ از پی دنیا چرا گل میکنی؟ گل کردن اینجا به معنای تلاش کردن هست. جالبه بدونید عطار از بزرگترین شاعران و عارفان و حکیمان و خردمندان قرن 7 هجری است که بعد از اون مولانا از ایشون الگو میگیره و در واقع نقطه آغازین عرفان و ادبیات عرفانی ما هستند.